حدیث جناب پیغمبر است. این حدیث ابو داود روایت کرده است از حضرت علی رضی الله تعالی عنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکلیف رفع القلم عن ثلاثه. قلم یعنی قلم تکلیف، قلمی که عملهای انسان نوشته می شود. یعنی هر انسان دو ملائکه وابسته دارد برای عملهاش نوشتن. خداوند در قرآن بیان کرده است کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این دو ملائکه که یعنی دست راست و چپ هستند عملهای انسان نوشته می. یعنی این قلمی که باید عمل انسان نوشته شود، پیغمبر بزرگوار گفتند از سه گروه انسان همین قلم برداشته شده است. یعنی نمی نویسد، نه گناه و نه ثوابش نوشته نمی شود. عن النائم حتی یستیقظ. یکمش از انسان خواب تا اینکه بیدار شود قلم تکلیفی او برداشته شده است. یعنی اگر در خوابش کلمه کفر گوید یا اینکه زنش طلاق کنه یا اینکه هر عملی بدی را اگر در خواب انجام بده، این برای اون انسان نوشته نمی شود. و عن الصبی حتی یحتلم. و از انسان صبی، انسان نابالغ حتی که یعنی که به بلاغت برسد احتلام می شود. حتی یا بلوغه هم در روایت آمده که حتی به بلاغت برسد. تا حالت بلاغتش انسان صبی یعنی که کاری بد نکنه برای او نوشته نمیشه. البته علما گفتن که وقتی انسانی که کودکی تا بلاغت هست اگر عملهای بد کنه پدرش به اهمیتی کنه او را سر راهش نگیره، گناهاش در نامه اعمال خودش نیست، در نامه اعمال پدرش نوشته میشه. حتی جناب پیغمبر تحقیق کردن که فرزنداتون از حرام خوردن یعنی از عملهای بد نگهشون بداره. حتی فقها گفتن که انسان مادر باید فرزندش در حالتی که یعنی میدارش برای پیشاب کردن و طهارت شکستن باید جانب قبله گردانده نداره هم کودک. و چه خاطر؟ به خاطر که کودک به همین کار عادت نکنه که یکی از عملهای مکروه بعد از جانب قبله یعنی پیشاب کردن. جناب پیغمبر حتی گفتن که همینها را انسان باید از کودک احتیاط کنه. و دیگرش عن المجنون حتی یعقل. از انسان دیوانه هم قلم تکلیف برداشته شده است، یعنی عملهایی هم نوشته نمیشوند تا حالتی را که انسان هوشیار شود و عقل شود، یعنی فکر و هوشش به جا بیاید.